چطور دوستان؟ امروز میخوام در مورد قرص کلومیفین سیترات صحبت کنم که اگر اینجا شما ببینید و اینکه جدیداً چرا مد شده که در باشگاه ها من میبینم یه تعداد از بچه ها مخصوصا اونایی که کم سن و سال ترن اینو عین نقل و نبات میخورن با این هدف که قرار ترشح تستوسترون تو بدنشون رو 10 برابر بکنه و یکی از راه‌های به قول معروف افزایش طبیعی ترشح تستوسترون در بدن آقایان هستش. بریم بررسی بکنیم ببینیم که آیا این دیدگاه صحیحه یا طبق معمول دارن دوستان چیکار میکنن، به حرف دوست و رفیق گوش میدن و ممکنه اشتباه کنن. بریم ادامه ویدیو رو ببینیم با هم دیگه. خب بچه‌ها، ماجرا از این قرار بود که تو باشگاه تمرین داشتیم میکردیم و به قول معروف بعد از تمرین دیدم که 3-4 نفری جمع شدن کنار رختکن و دارن به قول معروف پچ پچ میکنن و این حرفا و یکیشون هم که برگشت گفتش که آقا اون سریع شیکر رو از آب پر بکنید بیارید که به قول معروف من بتونم قرصامو بخورم. معمولا خب بعد از تمرین کسی قرص فشار خون که نمیخوره، که قرص نمیدونم فلان چیز بهمان چیز که نمیخورن. اکثرا قرصایی که مصرف میکنن قرصایی هستش که حالت به قول معروف شکل هورمونی داره و به هر حال برای افزایش توان نمیدونم عضله و ترشح تستوسترون این چیزاست. یکم که به قول معروف کنجکاوی کردم، البته یکیشون هم متوجه نگاههای من شد و برگشت اینجوری که گفتش که این آی شهریار این خوردنش مشکل نداره، خیلی جالبه. گفتم چی داری میخوری؟ گفت کلومیفین سیترات. دیالا اسم کلومیفن صحیح تره. بله بچه ها، کلومیفین سیترات که با اسم امید یا آوامید به قول معروف هر قرصش هم 50 میلی گرمه که مال ایران هورمون هستش. شرکت ایران هورمون میزنه و داروییه که به هر حال خواص خاص خودش رو برای اون کسایی میذاره که به هر حال بیمار هستن. اول ذهنیتی که برام ایجاد شد گفتم که یه نگاه کردم به طرف، گفتم شما یعنی دوره استروئیدی رفتی؟ ببین طرف فکر کنم 1 ماه یا 2 ماه سابقه تمرین داشت، شایدم من اشتباه بکنم نمیدونم، ولی که وقتی شما میای تو باشگاه و نتیجه خاصی نمیگیری در هیچ شرایطی، خب باید یه مقدار اون موشکافی بشه که ببینیم شما چرا مثلا علیرغم تمرینت، حالا علیرغم تغذیه صحیح، نتیجه نگرفتی. پرسیدم گفتم شما دوره استروئیدی رفتی که الان میخوای پی سی تی بکنی یا تی آر تی بکنی، تستوسترون تراپی؟ ولی خب برگشت گفتش که نه اصلا دوره استروئید چی هست، لازمه برم. خب اینجا من متوجه شدم که یه اشتباه بسیار خطرناک داره رخ میده. بچه‌ها، داروهایی مثل کلومیفن اولا که در کل در اصل برای بانوان هستش و جلوگیری میکنه از سرطان سینه و اصلا یه سری کارکردها داره ها. مثلا گیرنده های استروژن در قول معروف بدن رو مثلا در آقایان بلوک میکنه و به طور غیر مستقیم باعث افزایش تستوسترون میشه. این از این. ما یه محوری داریم توی بدن خودمون به اسم HPTA، محور هیپوتالاموس هیپوفیز و سلول‌های لیدیگ بیضه که فرمان از بالا صادر میشه برای بحث ترشح تستوسترون. بنابراین این دارو میاد چیکار میکنه؟ این دارو میاد و فرمان میده که به قول معروف هورمون هایی که نیازمند پیش زمینه ترشح تستوسترون هستن بیشتر ترشح بشن و گیرنده های حالا استروژنی هم بلوک بشن. اینا رو که به پسر گفتم اینطوری نگام کرد، گفت چطوری؟ یعنی من الان اشتباه میکنم؟ 2 هفته است دارم میخورم. گفتم 2 هفته است داری اینو میخوری؟ 50 میلی گرمه، 2 هفته است شما هم داری میخوری. کی گفته؟ فلان رفیقم، اونم بدنسازه. گفتم فلان رفیقت؟ بعد یادم افتاد یه پسره هست که خیلی هم بقیه بچه‌ها تو باشگاه بهش توجه نمی‌کنن و دست بر قضا خیلی هم علاقه به دارو داره، اینو برای رفیقش توصیه کرده، گفته بخور تستوسترونت میره بالا. بچه‌ها
تحقیقاتی انجام شده، اینجا من براتون رفرنس میکنم، که جامعه آماری بسیار کوچکی از آقایون آوردن که دوچار مثلا هیپوگونادیسم بوده، دوچار کوچکی بیضه بوده و از ترشح کم تستوسترون رنج می‌بردن و فلان. این دارو رو به مدت 2 الی 4 هفته فکر کنم بهشون دادن، اونم با دوز 25 میلی گرم نه با دوز 50 میلی گرم، و نتیجه برای این جامعه آماری کوچک طبق این چیزی که اینجا میبینید و من برش نداشتم که شما قشنگ به عنوان رفرنس مطالعه کنید و خود لینک های رفرنس رو هم من در دسکریپشن براتون قرار میدم دوستان. به هر حال من دوست دارم مطلبی که میگم از رو باد هوا تولید نکرده باشیم. بابا داروه میخوری به چوخ ما میری، مگه میدونی تو بدنت آخه چه خبره؟ مگه میدونی تو اصلا سطح تستوسترون چقدره؟ چون بیحالی میگی تستوسترونم پایینه؟ آخه آزمایش دادی که ببینی تستوسترون آزاد داخل خونت چقدره؟ ما خودمونم برای کسی بخوایم دوره پی سی تی بنویسیم، برنامه بنویسیم، فلان بکنیم، قبلش میگیم برو آزمایش بده، برو آزمایش بده وضعیت تستوسترون معلوم شه، اصلا ببینیم که داستان چه قراره. خلاصه اینکه بچه‌ها طبق این روش تحقیقاتی کوچیک بله باعث افزایش تستوسترون شده، اما ببین همیشه تو فیلم‌ها میگم there is a big if، یک اگر یا امای بزرگ این وسط هست. رفیق من، آیا شما تشخیصت درست بوده که تستوسترون بدنت کمه؟ آیا شما تشخیصت صحیح بوده که به قول معروف کمکار هست قدرت بیضت و دیگه خدمت عرض بکنم که مشکل تستوسترونی داری؟ بعضیا میان اینجوری برداشت میکنن، میگن که خب ما چون زیاد میخوابیم، چون بیحالیم، چون نمیدونم فلان چیز هستیم، پس تستوسترونمون کمه، پس بریم اینو بخوریم تستوسترونمون بره بالا. یک اشتباه بسیار مهلک هستش. ببین شما سطح تولید و ترشح تستوسترون اصلیت با سطح سرومی تستوسترون دو تا چیز خیلی متفاوت هستن. یک سطح نرمالی داره که نیاز روزانه بدنت رو برطرف میکنه. شما میری آزمایش میری تحت نظارت پزشک متخصص. بابا اینایی که تو باشگاه بدنسازی هستن خیلی هاشون هم مربی هم نیستن، واقعا طرف یه پولی داشته گفته به جای اینکه این سری ماشین بخریم سود کنه برامون، بریم باشگاه بدنسازی بزنیم، بعد پشت اون میز میشینه و 4 تا از این مدرکای 4750 تومانی فدراسیون جمهوری اسلامی ایران میگیره میزنیم پشت، بعد میاد میگه که آره بعد مقام قهرمانی جهان دارم، بعد کدوم جهان الله اعلم، نمیدونم میره تو این دهاتای به قول معروف گرجستان یه مسابقه محلی میده بین 3 نفر سوم میشه، میاد حکمشو میزنه، برای بچه مردم استروید مینویسه آقا اینو بخور، اینو حقوق دوره با من بگیر، من تو رو 60 کیلو وزن اضافه میکنم. شنید اینا رو میبینم به چشم خودم طی روز تو باشگاه. این چیزی نیستش که بچه‌ها به قول معروف ما از خودمون در بیاریم، این فاجعه و حقیقت باشگاه ایرانه. 80% اینجوری هن. 20% متخصص داریم که ما نوکر اونام هستیم، بسیار مردم هستن، درود به شرفشون، ولی بقیهشون یعنی خداوکیلی شد. من میگم تو این ویدیوها به قول معروف اون روی سگمو نیارم بالا دیگه، متاسفانه نمیشه. ولکن بریم سراغ این نتیجه گیری و دیگه خدمتتون عرض بکنم زیاد حاشیه نریم. من سعیم بر این هستش که شما دوستان انتخاب درست انجام بدید. یک نکته اول، تا زمانی که آزمایش ندادید و خیلی چیزها تکلیفش معلوم نشده شما حق مصرف دارو ندارید. خودسر نرید زینک بخورید، خودسر نرید آهن بخورید. آهن میخوری استخونات قوی شه، به والله من اینا رو شنیدم ببین دروغ نمیگم، به خداوندی خدا قسم من تو باشگاه شنیدم طرف قرص آهن میخوره میگه میخوام استخونام صفر شه. پروردگارا. خب این چیزایی که میگم کامل تجربه شخصی هستش تا این سالها. بنابراین آزمایش نیاز هستش. هر وقت احساسی کردید آقا نمیدونم کرختی، بیحالی، فلانی، شاید مسئله چیز دیگری است رفیق. سبک تمرین، سبک تغذیت مشکل داره. شاید اصلا دیر میخوابی، بدن سمزدایی نمیکنه، کبدت دچار مشکل شده، کلیت دچار مشکل شده. خیلی از اینها عواملی هستن که هیچ ارتباطی به تستوسترون ندارن. اینکه شما استروید میزنی شاد و شنگولتری، یه عاملیه که باعث میشه سطح سرومی تستوسترون موقت میره بالا، 2-3 روز احساس شادی میکنی، بعد از اون دوباره با کله میفته پایین، بیا خر بیارو باقالی بار کن. بنابراین این نکته اول. نکته دوم بچه‌ها، به هیچ وجه من الوجوه از رفیق، دوست، آشنا، همباشگاهی
در هر سطحی باشه. من نمیگم که مثلا خدای نکرده دوستان همشون آماتورن، که من نوکر خیلیاشون هم هستم، به هر حال شاگردی کردیم پیششون، ولی دیگه تویی که خودت به منزل نرسیدی، به سرمنزل مقصود نرسیدی، خودت هیچ کاری نشدی، نه مدالی، نه حکمی، نه افتخاری، نه سابقه تمرینی، نه رکوردی. آخه پسر خوب رفتی مدرک گرفتی، با 44 کیلو وزن داری ملت رو ارشاد میکنی در ورزش. آقا کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی، قربون شکل تو. اگر کاری هستی، تو اگر به قول معروف علم تغذیه حالیت 2000 به قول معروف روی خودت کار کن. آقا من نمیدونم آیا صحیح هست که بنده معتاد باشم خودم و بعد بیام بر فرض مثال توضیح بدم که چطور قهرمان جهان در فلان رشته بشم؟ خب نمیشه، هیچ ارتباط نداره. من باید به یه جایی برسم خودم، بعد بیام به قول معروف نظر بدم. بنابراین صرف به این که دوستتون داره این رو میخوره و یه نتیجه هم گرفته، چون نمیدونی این نتیجه از کجا نشأت گرفته، تو نمیدونی این نتیجه حاصل چیه، شاید مکمل دیگه میخوره، شاید استروید چیزی دیگه میزنه. بچه‌ها اینو یادم افتاد خیلی هم هستن که تو دوره PCT میان و در حین دوره مصرف میکنن، بحث به قول معروف بلاک کردن گیرندهای استروژن توی بدن آقایان هستش. یعنی میام میگه ما ترامبولون میزنیم، ما نمیدونم سایپیونات میزنیم، فلان میزنیم، اینم همراه دوره میخوریم که اون گیرنده ها رو بلاک کنه. بعضی چیزا به صورت تجربی اوکی هست، ولی منشأ علمی نداره ها. یعنی اینکه صرفاً از کنار یه خرسی شما رد شدی، کاری به کارت نداشته، نخوردتت، دلیل بر این نمیشه که سایر خرس ها هم اگر رد شدید کاری با شما نداشته باشن ها. بنابراین خواهشی که ازتون دارم این شکلی حساب نکنید که من بیام و برخی چیزها رو به قول معروف با هم دیگه مصرف بکنم. خدای نکرده تداخل دارویی هم اگه داشته باشن که اصلا واویلا، مسمومیت دارویی بدترین مسمومیته. خلاصه زیاد بالای منبر نریم. من این ویدیوهایی که میسازم بچه‌ها نه مکمل فروشم، نه دنبال اینم چیزی به کسی بفروشم بندازم. اونایی که افتخار میدن میان با من برنامه میگیرن، برنامه مچندازی مینویسیم، برنامه پاورلیفتینگ مینویسیم، اونم در سطح و سطوح خودمه. من به کسی نگفتم بیا من برنامه بنویسم تو رو قهرمان جهان میکنم. مگه من قهرمان جهان شدم که اصلا بیام تو رو قهرمان جهان کنم؟ سعی میکنم شعر نگم توی فیلمام دیگه. به قول معروف خودتون متوجه شدید منظور اصلیم چیه. این فیلم‌ها و این ویدیو رو دلسوزانه دارم واسهتون ضبط میکنم، یعنی بدون هیچ گونه چشم‌داشتی هستش و صرفاً میبینم که شما سرمایه‌های این مملکت، جوانایی که به قول معروف فرصت‌های بسیار بسیار خوبی دارن برای اینکه پاک و سالم برن بالا، نچرال برن بالا، درست تمرین کنن، حاصل زحمات خودشون رو ببینن، بیفتن تو بازی دارو و تو چرخه دارو بیفتن و در انتها بعد از 2-3 سال بدنشون حالا دچار یه سری واکنش‌های سمی بشه و اتفاقات بد بیفته و با سرفکندگی از این رشته خارج بشن. چون شما هرگز نمیتونی هر روز دارو مصرف کنی، نمیتونی طی سال همیشه تو دوره باشی، اینو خیالت جمع باشه. 2 تا مریضی میگیری و به قول معروف همش میره. بنابراین هدف ما از ساخت اینجور ویدیوها صرفاً دلسوزیه و ما شما رو به قول معروف میخوایم ارشاد بکنیم خدای نکرده تو مسیر اشتباه نیافتی. بنابراین حالا لینک رفرنس ها رو من براتون داخل چیز تحقیقات کلومیفم میذارم، دوستان برید مطالعه بکنید، ولی کن مواظب باشید هر کسی هر چیزی که گفت شما مصرف نکنید. عزیزانی هم که حالا قبلا دوره استروئیدی مصرف کردن و دچار مشکلات حالا هستن یا شدن، میتونن با من در ارتباط باشن از طریق وبسایتی که اینجا داریم، موچنداز داتایار. طرح بسیار ساده زدم دیگه، آقا خودم تو کار طراحی وبسایت هم هستم، طرح ساده زدم و دیگه خدمتتون عرض بکنم که صرفا خواستیم بحث برنامه و اون چیزا رو بدیم داخلش. برید اونجا و از طریق واتساپ میتونید با من در ارتباط باشید برای گرفتن برنامه حالا PCT یا TRT به هر حال، که بتونیم اون سایکل و اون چرخه تستوسترونی بدنتون اوکی کنیم. خب براتون سلامتی آرزو دارم، قربان شما. ببخشید این ویدیو حالا ارتباطی به نمیدونم مسابقه و متندازی و فلان این حرفا نداشت، ولی که خیلی مخلصیم. خدا نگهدار.